زاده شهر دوشنبه ماکسیم اوایدوف معاون وزیر کشاورزی روسیه تعیین شده است. قرار تعیین ماکسیم اوایدوف به این مقام را سروزیر روسیه میخائیل میشوستین امضا کرد. اوایدوف تا کنون در مقام معاون وزیر کشاورزی روسیه کار میکرد. در مقام نو او ایوان لبدیف را که سال 2017 استاندار وزارت کشاورزی بود عوض کرد. لبدیف را یکی از معاون وزیر کشاورزی روسیه تعیین شده است. مقام استاندار یا استاد سکرتر یک مقام اختصاصی به شما رفته در ساختار وزارت از او بلندتر تنها خود وزیر و معاون اول او می ایستند. ماکسیم ایوسویچ اوایدوف 17 یونی سال 1977 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده دانشگاه دولتی کوبان را ختم کرده است. او چند سال در ساختارهای تجارتی و دولتی کشور کراسنودار روسیه کار کرده. بعدا به ولایت ورونیچ کوچید و از سال 2009 تا 2014 رهبر دپارتمنت مال و ملک و زمین و معاون سروزیر ولایت ورونیچ بود. از ماه یولی سال 2018 در مسکو به حیث معاون وزیر کشاورزی روسیه کار میکرد. ماکسیم اوایدوف یگانه زاده تاجیکستان نیست که در روسیه به مقام‌های بلند رسیدند. چون این نفران البته زیاد نیستند ولی هستند. از جمله روز 26 اپریل سال 2022 وکیل شورای محلی نویه عثمان ولایت لیپیتسک روسیه دیگر باره اینک بار چهارم ولادیمیر مازوی 72 ساله را رئیس این نویه انتخاب کردند. ولادیمیر مازو زاده نویه قرغان-تپه در جنوب تاجیکستان و رئیس سابق سفخوز تکنیکوم در زمان شوروی در وادی وخش مشهور به نام کویبشف بوده. اینک 15 سال باز رئیس نویه عثمان است. این نویه با 50,000 اهالی و مرکز ماموریش در شهر عثمان در تقریبا 50 کیلومتری جنوب شهر لیپیسک جایگیر شده است. یک نماینده دیگر خوشنام تاجیکستان در سطح بلند دولتی روسیه نورمحمد خالوف فرزند دوم رئیس وقت ریاست شورای عالی تاجیکستان محمدالله خالوف است که از 22 نوامبر سال 2013 تا سال 2021 در سمت سفیر روسیه از 22 نوامبر سال 2013 تا سال 2021 سفیر روسیه در قطر کار کرد. نورمحمد خالوف سال 1953 در دوشنبه به دنیا آمده. ختم کرده فاکولته شرق‌شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان است. رحیم عزیزوف زاده شهرک شوراب اسفرای تاجیکستان وکیل دوم دولتی مجلس پایان پارلمان روسیه انتخاب شد. رحیم عزیموف 58 ساله نخستین وکیل تاجیک در پارلمان روسیه می باشد. او نامزد حزب حاکم روسیه یکی از نفران با اعتماد ولادیمیر پوتین به حساب می رود. در حیات قبلی دوم دولتی نیز یک زاده تاجیکستان بود. اکسانا خارنژوک زاده دوشنبه است. او سال 1972 در پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده. سابقه کاریش را سال 1989 به حیث پیانیر وجد در مکتب رقم 90 در محله 91 دوشنبه آغاز کرده است. اکسانا خارنژوک در ابتدای سالهای 90 به روسیه کوچیده. سال 1995 دانشگاه آموزگاری شهر ریازان را ختم کرد. در سال 2010 وکیل دوم ولایت ورونیچ انتخاب شد. سال 2014 از روی خط حزب حاکم ادینه روسیه وکیل دوم دولتی شد. همین طور لیانید دودوجانویچ ریمن پسر دودوجان توجیف مدیر کافدرای زبان تاجیکی در دانشگاه دولتی تاجیکستان که در شهر لنین‌آباد به دنیا آمده است در سالهای 1999 2004 وزیر مخابرات روسیه بود. ریمن فعلا شرکت تلفن‌های موبیلی مژریگانالنی تنزیل تلکام را میچرخاند. این شرکت در فعالیت‌هایش بیشتر روی مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی تمرکز کرده است. اما از همه سر و صدای زیادی را در مطبوعات روسیه تعیین زاده تاجیکستان پرویز توختاسونوف به مقام رهبر روسکاداستر در ماه نوامبر سال 2018 به وجود آورد. پرویز توختاسونوف سال 1985 در دوشنبه به دنیا آمده. سال 1992 وقتی که 7 سال داشت والدانش به مسکو کوچیدند. او در مسکو اکادمی طبی به نام سیچنوف و دانشگاه اقتصادی به نام پلیخانوف را ختم کرده است. اما در مطبوعات روسیه به معلومات اولی عالی او چسبیده با استهزا نوشتند که گویا کدام یک جمشید فلچر را آورده رهبر یک اداره مهم دولتی روسیه تعیین کردند. اما پرویز توختاسونوف در پاسخ به این همه دعواها گفت در گذشته خود از جمله از این که در تاجیکستان به دنیا آمده است و در دوره دانشجویی به حیث مدبرت کار میکرد هیچ جای شرم نمیبیند.